این آقا 3 بار مقبره حافظ رو خراب کرد. حاجی سیدعلی اکبر فالسیری داماد میرزای شیرازی بود. تو دوره ناصرالدین شاه مجتهد بزرگ شیراز بود. شاگرد و مرید و ماجراهای غیر عادی زیاد داشت. فتواهای عجیب کم نمیداد و کلاً شیخ ماجراجویی بود. و از جمله ماجراجویی هاشون این بود که 3 بار مقبره حافظ رو خراب کردن. 2 بار ریختن تو خود حافظیه، مقبره نیم ساخته رو با خاک یکسان کردن. 1 بارم ریختن تو مغازه آهنگری که داشت این مقبره رو میساخت. تیر تخته‌ها رو خورد کردن و با خودشون بردن. آخر سرم که به دستور ناصرالدین شاه می‌خواستن بسازن، حاجی سر منبر فریاد زد اگر شاه بسازد و 1000 مرتبه بسازند من خراب میکنم. ولی به چه دلیلی؟ به همون دلیلی که تو دوره حافظ قرن 8 میخواستن سنگ قبر سعدی رو بشکنن بسوزونن. حاکم متعصب خشکمغز دوره حافظ امیر مبارزالدین میخواست سنگ قبر سعدی رو بشکنه بسوزونه. به چه دلیلی؟ باز به همون دلیلی که جسد خود حافظ رو نمیخواستن بذارن تو قبرستون مسلمونا خاک بشه. دیگه معلومه چرا. سعدی و حافظ از نظر اینا نامسلمون بودن. شراب و عشق و بوس و کنار و زلف و لب یار، این چه مسلمونیه؟ ولی جواب حافظ به همه این خشکمغزی‌های قبل و بعد از خودش اون غزل باحال بامزه باشکوهیه که اینطوری شروع میشه: ای برندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. خلاصه آقای زاهد، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. نوداستان، آینه‌دار ادبیات ایران.